إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. آیات قبلی الله تبارک و تعالی بیان خودخواهی یهود و نصارا را ذکر کرده بود. آنقدر مردم تنگ نظر و انحصار طلب بودند که جنت ملک وسیع الله تبارک و تعالی را مخصوص خود می‌دانستند و می‌فرمودند که تنها یهود و نصارا میگفتند تنها نصارا در جنت دیگه کس داخل نمیشه. این جای اینمی مردم و طایفه هاست. الله تبارک و تعالی این ادعای بی اساس و پوچ و بی دلیل رد کرد. بسی وجه بسی قسم الله تبارک و تعالی رد کرد. یکی گفت که یک آرزوست، یک خیال پلو است. دوم گفت کدام دلیلی داره در این مورد؟ سند داره؟ چرا هر سخن هر دعوایی که مقارن یا پیوست با دلیل نباشه قابل قبول نیست اگر پیش هر کسی بگویی. سوم مسئله را الله تبارک و تعالی گفت که جنت به کسی حاصل میشه که سه شرط پورا کرده باشه: تسلیمی مکمل به نظام الله تبارک و تعالی، در عمل برنامه عملیش اخلاص داشته باشه و مطابق سنت پیغمبر باشه. اونو وقت که مردما دعوای ازیره بکنه که جنت از آن ماست. در شما هیچ کدامش دیده نمیشه. نه تسلیمی مکمل برای فرمان الله است، به خاطر که در احکام الله شما تبعیض قائل بوده، بعضیش که منافع شخصی تان موجود بود را عمل میکرده و دیگرها را ترک میکرده. دوم است که در شما اخلاص هم وجود نداره، تمام کارایتان روی ریا و سمعت و شهرت و خودخواهی است و کسی که تو را عمل انجام میده و به نزد الله تبارک و تعالی قبول نیست. سوم مسئله روش پیغمبرتان خودتان تغییر داده، بدعت‌ها را ایجاد کرده، آرا و نظریاتتان داخل تعلیمات انبیاء علیهم السلامتان ساخته. پس از کجا شما ادعای دخول جنت داشته باشه و بگویی که این مخصوص ماست؟ در این آیات الله تبارک و تعالی خباثت دیگه از یارا ذکر میکنه. این را میگه با وصفی که اردویشان صاحب کتاب هستند، پیغمبر برشان آمده و در بین کتابایشان مسائل اصولی مکمل موافق است، هیچ نوع اختلاف وجود نداره، بلکه در کتابای هر کدامشان یکی دیگه خود تایید کرده. در تورات آمدن عیسی علیه السلام بشارت داده شده، تایید شده و در انجیل حقانیت موسی علیه السلام بیان شده. اما این مردم نظر به خودخواهی خود تنها پیغمبر و کتاب خود قابل قبول میداند، دیگرها را رد میکنه. پس از این اختلافشان سبب شد که وقتی یاد بین خود گفتگو کردن، نزاع کردن، موقع میسر شد برای او کسانی که هیچ کتاب نداشتن و مردم امی و نادان و ملحد بودن. او مردم ها هم موقع برایشان میسر شد که ادعا بکنه که ما اصلا به راه حق هستیم، شما در راه حق نیستی. اینی موقع الله تبارک و تعالی با وصفی که اختلاف ازوار برای ما بیان میکنه خود درس عظیم برای مسلمانای عصر حاضر ماست. یقینا امو سخنانی که در اون زمان یهود و نصارا در بین خود تبادله میکردن امروز در بین مسلمانای امروز ما تبادله میشه. ولی قرآن کریم کتاب آموزنده است. یقینا انسان اگر پشت علاج تمام اختلافات یا امراض خود بگرده در قرآن علاجش پیدا میشه. امروز هم در معاشره مسلمانان هر طایفه و گروپ و حزب خود معرفی میکنه که فقط جنت برای ماست، برای دیگران نیست و هر کدام میگه دین ما حق، مسلک ما حق، تنظیم ما حق است، دیگر باطل اعلان میکنه. خود تاسف در اینجا است که با وصفی که کتاب الله و حدیث پیغمبر وجود داره چطور ادعاهای پوچ و بی اساس شود؟ چرا؟ به خاطری که اگر کسی ادعا میکنه که دین فلانی یا مذهب و مسلک فلانی باطل است، نادرست است، اعتبار نداره، باید سند و دلیل پیش بکنه. از روی سند و دلیل معلوم میشه که کدام مسلک یا کدام تنظیم و حزب بی اساس است و قابل اعتبار نیست. یقینا امروز همونطور شده.
هر کدام ما در لاسپیکرها اعلان میکنیم، بیان میکنیم که فلان مسلک باطل و نادرست است، اما پیش نمیکنیم به اینکه کتاب الله کدام مسلک تایید میکنه. ادعای محض شده نمیتونه. ما بارها گفتیم نامای زیبا انسان زیبا نمیسازه، لباس زیبا انسان زیبا کرده نمیتونه تا وقتی که خود زیبایی نداشته باشی. از همون خاطر است اکثر مردمای مسلمان امروزی ما با تأسف اینمی ادعاهایی که یهود و نصارا در زمان داشتن امروز مسلمان ها همی ادعاها را داره. شما آیات را وقتی میخوانی یقین به الله بکنی یک نقطه به نقطه مکمل مصداقش ما مردم هستیم. اگرچه الله بیان داستان از واره میکنه و واره بدیش سرزنشش بیان میکنه، چی ضرورت به ادعاست که تو دین دیگر را رد بکنی؟ گپ ازی بزن که در دین خود چقدر پیشتاز هستی، چقدر برنامه عملی پیش رفته و چقدر پابند نظامی که تو بر یزو عقیده داری هستی. ایرا تو باید سنجش بکنی. یقینا انسان رد بالای دیگران نکنه، از خود شروع بکنه، ببینه که چقدر در نظامی که عقیده داره جنبه عملیش به کدام پایه رسیده، چقدر پابند از اوسته. اما با تاسف امروز مسلمان ها اینی حالتا را در بر گرفته. ما مذاهب رد نمی کنیم، مذاهب در صورت رد میکنیم که یکی دیگه خود رد میکنه، یکی دیگه خود اعتبار نمیده. هر کدام میگه نظام مذهب ماست، دیگه مذهب قابل پیروی نیست غیر از مذهب ما، دیگر رد کرده رایسته. در حالی که اصل معیار این نیست که مذهبی کی حق است مذهبی کی حق نیست. مذهب برای خود معیار داره، اگر مطابق معیار بود حق است ولو که هر مذهب باشه، اگر نبود بازو حق شده نمیتونه. قرآن میگه و قالت الیهود لیست النصارى، گفتن یهود نیست نصارا علی شیء، بالای یک دین معتبر با هیچ چیزی نیست. ما وش میگیم دین یهودیت چی نصرانیت هیچ چیزی نیست. هیچ چیزی معنی داره، یعنی کدام دین معتبر قابل هدایت نیستن، یا کدام نظامی خوب صحیح نداره که بشریت رهبری بکنه، مردم رای حق و باطل برش تفکیک بکنه و مردم در مقصد و در هدفشان برسانه. یک نظام خود ساخته و پرداخته خودشان است، نظریات و مفکوره های افراد و بشر است. شاگردای عیسی علیه السلام خسته، اما دین واقعی عیسی علیه السلام از بین برده، نظریات خود داخل کرده و تحریف کرده در انجیل و تحریف کرده در اون دینی که عیسی علیه السلام آورده. لیکن نصارا چی میگه؟ وقالت النصارى لیست الیهود علی شیء، گفتن نصارا نیست یهود بالای کدام دینی معتبر و سری کدام چیزی نیستن، یعنی دینی نداره بلکه دینشان سراسر غلط است، دینشان به بنیاد واقعیت استوار نیست. از همون خاطر و قابلیت اقتدار نداره که مردم پشتش برود در راه از او روان شود. اختلاف این دو طایفه بودن که کتاب آسمانی داشتن، پیغمبر داشتن، الله رهبر روان کرده بود. چطور شده میتونه دو طایفه که از یک منبع اردویشان آب میخوره، سرچشمه هدایتشان از یک جای شروع شده باشه ولی یکی دیگه خود رد بکنه؟ این امکان داره؟ انجیل و تورات از جانب الله آمده، موسی و عیسی علیهم السلام الله روان کرده. آیا در بین دو شخصی که یک الله روان کرده باشه، دو قانونی که یک الله وضع کرده باشه، تضاد وجود داره؟ پس وقتی که یکی دیگه خود نفی کرد، امو مطل پشتالی صادق میشم که ما ویل چته او تا ویل چته، ام بته ام بزیم، او که ما ویل چه زیم او تا ویل چه زیم، نه بته او نه بزیم. این امو مطلی است که بار بار در رادیوی آزادیم گاهی ایره میگذاره و برای ما اصلا درس میده که افغانا همی خاصیت داره. یکی دیگه خود نفی میکنه، اردویش منفی است، هیچ وجود نداره، هیچ اعتبار و شخصیتی نداره. امروز اگر کسی در دامن امی دنیای غرب است، اگر بیرون است، هیچ کدامشان حیثیت نداره. اردویشان در زیر تسلط امو مردمای بیگانه هاست، دستورات از اونجا داده میشه، استقلال نیست. اگر یا 1000 دفعه بگوید که ما مستقل هستیم، عمل کرد و تجربه فعلی ریا را تکذیب میکنه، دروغشان ثابت میکنه. نیست، استقلال به هیچ کدامش نیست، باید نگوید. لیکن اگر هر کدامش میگفت که نه توستی، او میگفت توستی، اردویش میبود. یقینا نگپ هسته. قرآن کریم همی دستور میده و مسلمان از یک سرچشمه تو آب میخوری، چرا یکی دیگه ترد میکنی؟ امی موضوع را بیاره عالی. وقتی اختلاف کردن، نزاع کردن یهود و نصارا، موقع اعتراض و انتقاد یا لفظ زدن برای مشرکین میاثر شد. گفت وقتی که شما اهل کتاب یکی دیگه تا رد میکنی، پس اردویتان غلط و باطل است، اصل دین دینی ماست.
مشرکین هم خیستن گفتن که او کسی که هیچ کتاب نداره، او کسی که هیچ دلیل نداره، او مردم گفت نه از اردویتان کدم ما بهتر هستیم. زمانی که احزاب یکی دیگه خود زدن، در اینجا حزب اسلامی جمعیت حرکت نجات کمونستا گفتن نه اردویتان باطل استه، شما را به الله قسم امیالی ما از دهن دریور شنیدم میگن نه از کل کده نجیب بهتر بود. نعوذ بالله. ببینه موقع اختلاف سبب و ذریعه میشه که مردم به مو کمونستا عقیده میکنه ولی تنظیما را نمیخواه. به چشم سر دیده یا ندیده، مشاهده کرده یا نکرده. چرا؟ به خاطری که یکی دیگه خود رد کردن. موقع برای کسای میسر شد که هیچ اساس و بنیاد نداشتن. الله تبارک و تعالی داستانا را همونطور بر ما قصه نمیکنه، بدی از ما را همونطور بیان نمیکنه. میگه این مرض مهلک که بنی اسرائیل پیدا شد در مسلمان ها سرایت نکنه که مسلمان ها دچار اینی طور امراض نشوه. اینطور نقطه هایی که سبب ضعف مسلمان ها میشه و سبب از بین بردن امو هویت و شخصیت اسلام میشه، باید اینطور نقطه ها را پیدا نکنه. اونجا مشرکین برای خود لاف زدن، امروز کمونیست در میدان میبره میگه نه از امی اردو کده ما خوب هستیم. اما امروز بیاد مذاهب عالی بیا، حنفیت شافیت رد میکنه، شافیت حنفیت، مالکیت حنبلیت، حنبلیت مالکیت، مختلف حالات شروع شده. از وقتی که یکی دیگه خود رد میکنه موقع میسر شده بر یهودیت و نصرانیت، اون جایگاهش میگیره. چرا رد میکنی؟ جناب محترم حنفی تو شافعی را چرا رد میکنی؟ آیا او از منبع پیغمبر از حدیث پیغمبر استنباط نمیکنه؟ آیا امام مالک رحمت الله علیه نمیکنه؟ آیا احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نمیکنه؟ کلگی از یک چشمه آب نمیخوره؟ چرا یکی دیگه تا نرد کده رویستی؟ با کدام سند و دلیل؟ بیا وقتی که وهم یتلون الکتاب و هم کتاب داشتن، ادعاهای بیرونی چی به درد میخوره که بگویم ما حق هستم تو حق هستیم؟ بریم در کتاب الله. کتاب الله وجود داره، کی را تایید میکنه کی را رد میکنه، بس به توافق سرش بکنیم. ما نزاع نداریم. قطعی مردم علما جمع شوه، عمل مرا امی علما سند بگیره که مولوی سبینی عمل نادرست است، بس رو چشم قبول دارم. چرا نه؟ وقتی یک حکم از کتاب الله و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما ثابت شود، آیا مجال برای ما باقی میمونه که مالی ادعای کاذب خود از سری مردم بشانم تحمیل کنم؟ هیچ امکان نداره. خو نه، او علما کتاب الله وجود داره. احادیث پیغمبر زمان قدیم وارد نیست که کتاب حدیث تدوین نشده بود. حدیثات در یک مملکت موجود بود، در مملکت دیگه همون حدیثا موجود نبود. حدیثا را صحابه کرام وقتی از پیغمبر حمل کردن، گرفتن، تعلیم یافتن، در مختلف جاها صحابه پراگنده شدن، رفتن جنگا کردن، در اونجا سکونت ورزیدن. یک حدیث اگر در سوریه موجود بود در عراق نبود، در عراق موجود بود در مصر نبود، در مصر موجود بود در مدینه نبود. اما امروز دنیا در پیش تو در یک موبایل جمع میشه. کل دنیا در پیش تو در یک موبایل است، از کتاب گرفته تا تمام مسائل روز و اخبار. تو خو میتونی کل اختلافات حل بسازی، تو میتونی احادیث پیغمبر مکمل جمع کنی. حدیث صحیح و ضعیف و موضوعی گفتن کاری امروز نیست. بعضی مردما ملاها عوام فریب میدن، میگه صحیح حدیث ها را یا موضوعی میگه. پدری کسی امروز حدیث موضوعی و صحیح گفتن نمیدونه. حدیث اگه موضوعی گفته شده در اون زمان گفته شده، صحیح گفته شده در اون زمان گفته شده. کسایی که در اون زمان موجود بود راویا را تحقیق کرده که اینمی راوی چی طور آدم است، دروغ گفته یا نگفته، این متهم به گناه هست یا نیست. خب فکرتان بگیری این ملاها مردم فریب میدن. میگه سیکو یک عالم خبرش نمیگم بسیار بدبخت است، من در موبایل امیالی دارم صدایش. شیخ البانی رحمت الله علیه میگه کافر است، خنزیر است، نعوذ بالله. شیخ البانی که در عصر حاضر برابری از او خدمت سنت رسول الله را دنیای کافری را اعتراف میکنه، او طور خدمتی که به سنت رسول الله او کرده کسی دیگری نکرده. چرا کافر برش میگه؟ میگه حدیث پیغمبر باطل گفته. او بدبخت تو عالم هستی؟ حدیث پیغمبر او باطل نمیگه. با کدام سندی که حدیث پیغمبر روایت شده و سند باطل است؟ چرا در او راوی کذاب است، مسلطوار بدعتی است که برای تایید بدعت خود حدیث خود ساخته، کلمات خود ساخته، خود نسبتش به پیغمبر کرده. و البانی شخصیتی نیست که از خود حکم بکنه. او میره اقوال همون زمان علما را برات نقل میکنه، راوی را میاره میگه در مقابلش امام بخاری اینی گپا گفته، ابن معین اینی گپا گفته، اوزاعی اینی رقم گپا برش گفته، زهری این اینطور گفته، ابن حنبل اینطور گفته. ناقدین حدیث که در اون زمان راویا را مکمل چان کرده بود، تحقیق کرده بود، قول از او را میاره مطابق
قول از او در مقابل راوی که آمد، راوی را اعتماد داده، ثقه گفته، یعنی که رد کرده. امروز کس خسته نمیتونه یک حدیث صحیح و ضعیف از خود، از جان خود قطعا معرفی کرده نمیتونه. اما این جاهل که هیچ نمیدانه او خود عالم معرفی میکنه، ببینی یک شخصیت بزرگ کافر میگه، خنزیر میگه، نعوذ بالله. کسی که دفاع سنت رسول الله کرده. ما از کی گله کنیم؟ ما چرا کدام طرف بریم؟ عوام ما را ملامت میکنه. ما چی کنیم؟ یکی دیگه خدا رد کرده رئیس دین الله یکی است یا نه؟ امام ابو حنیفه از کدام منبع گفته؟ امام احمد بن حنبل از کدام؟ از خود گفته؟ دین از خود جور کرد هر کدامش؟ یعنی که از حدیث پیغمبر مسائل فقه را تدوین کرده. ما میگیم که بله مسائل فقه را از حدیث پیغمبر تدوین کرده، اما معصوم نیست. خود میگه که من حدیث برم نرسیده یا از حدیث برداشت نادرست کرده، ما معصوم نیستم. قول ما را همیشه به حدیث پیغمبر پیش کرده بره. موافق بود خیلی خوب، لقمه تیار برای ما جور شده، میخوریم، عمل سرش میکنیم. اگر نیک مخالف بود او طرف میکنیم. کل مساجد افغانستان اشاره به انگشت قاعده نمیکنه. او را چی میکنی؟ در کتاب فقه ذکر شده که در الله بالا که الله پایین کو. شما باور به الله بکنی، علمای ما همینطور میکنه. در حالی که در یک حدیث اگر شما پیدا کردی که در الله بالا کو، پیغمبر در الله بالا کرد، در الله پایین کرد، من دست خدا قطع میکنه. او جناب مفتی، او جناب دکتر صاحب، او جناب مولوی صاحب، چرا حدیث پیغمبر را نمیخونی؟ حدیث پیغمبر را بخون. در ابتدا که پیغمبر قاعده کرده، انگشت خود حلقه کرده، 4 کیفیت در اشاره آمده، امو اشاره را کرده از اول تا آخر. دیگه نه نفی آمده نه اثبات آمده. عجیب گپ خویست. خود همین فقها میگه که اگر مسئله در بالا کردن و پایین کردن می بود، باید در الله پایین میکرد، در الا الله بالا میکرد که اثباتی وحدانیت الله شود، نه نفی وحدانیت الله. این بیخی مناقض است، قطع عقلا مناقض است. اما چرا امروز ملت این دنبال اینمی یک گپی فقها روان است؟ آیا اون فقیه پیغمبر بود که برات گفت تو عمل میکنی؟ چرا همین کارا میکنی؟ بیا او مناسب صفی طبیبی احادیثی که در مورد تاکید صف آمده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخصیت خودش به دست مبارک شانای صحابه را برابر میکرد. تو برو در صف چقدر تاکیدات آمده، چه قواعد آمده که کسی از صف درون و بیرون باشه یا خالیگاه را پر کرده باشه. در حدیث امو خالیگاهی که در صف است، بزرگترین قدمی که محبوب به نزد الله تبارک و تعالی است کدام قدم است؟ امو قدمی که صف پر میکنی. چرا مسلمان تینیال عمل به حدیث نمیکنی؟ شانه و پایت نمیچسبانی، حالی که تو پای پیش میکنی در مسجدا میبینی پای دور کرده رایسته، بد وقتی که سلام دور بده بد بررسی میکنه که چرا پایت در پای ما چسباندی؟ آیا پای من نعوذ بالله مرض پیس داشت؟ برای تو که چسباند مالی توی چی دین یا دین چی جور کردن؟ خب فکرتون ندید، این مسئله عادی نیست. این مسئله خیلی مسئله است. بیایید شما صفا را ببینید در این مساجد که اینجا صف چی رقم بسته میشه؟ همین صف است که انهم بنیان مرصوص. کدام میگه؟ خشتایی که یکی با دیگه اینمی طور بافت خورده باشه. همون رقم مسلمانان در صف جهاد هم است، در صف نماز هم است. ولی چرا عمل نمیشه؟ دین چی را میگه؟ امروز فقط موقع برای چی میسر شده؟ شافعی حنفی را رد کنه، حنفی مالکی را، مالکی حنبلی را، یکی دیگه خدا رد کرده رایسته. موقع به مردم میسر شده. در بین توی طور نزاع انداخته که در مسجد نزاع و اختلاف است. دیگر را خب بگذار. ما میگیم نه، کتاب ما، دین ما مردم را جمع کرد. اوس و خزرج با هم جنگا داشتن، نه کلگی متفرق بود. دین او را جمع کرد، دین او را جدا نکرده. امروز ملای توی ذهنیت برای تو میده، میگه اگر رفع الیدین کنی سبب تفرقه میگرده. سنت رسول الله سبب تفرقه است یا سبب اتحاد است؟ عالم ما این گپ میزنه، میگه این سبب تفرقه جور میشه. این چطور؟ یک روز با پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی جواب داره که پیغمبر برش بگویه که سنت ما عامل تفرقه بود یا عامل اتحاد بود؟ تو بگو برای من. قرآن برای ما میگه. باز اگر یکی دیگه خدا رد میکنیم، سندی که ما را سبب اتحاد ما را جمع کرده میتونه و سبب اتحاد ما میشود نباشه، باز یک روز راست. ما تو را رد میکنم، تو ما را رد میکنی، لیکن یک موقع نیست، یک منبع نیست که اردوی ما را جمع بسازه. باز یک عذر داری، ولی که منبع موجود داره. امروز آیا تو را بالله قسم گپی پیغمبر معتبر است یا گپی امام ابو حنیفه؟ گپی پیغمبر معتبر است یا گپی امام مالک؟ گپی پیغمبر معتبر است یا گپی احمد ابن حنبل؟ گپی پیغمبر معتبر است یا گپی امام شافعی؟
شما نگوی که مولوی صاحب پشت مذاهب لگیده. نه، ما از اینجا درد دیدیم، ما از اینجا زیان و نقصان دیدیم، ما پریشان شدیم. امروز که در ملت اختلاف و افتراق میبینی، از همین ناحیه پیدا شده. دین گرفتیم پارچه کردیم. چرا؟ دین الله یکی است، کتاب الله یکی است، پیغمبر تعلیماتش به ما رسیده، چرا اختلاف کنیم؟ ضعیف و قوی مکمل معلوم است، اختلاف هیچ پیدا نمیشه. خلیک کتاب الله وجود داره، ولی تو که یکی دیگه خدا رد میکنی و نه موقع به دیگران شده. میگه تیر از اینمی، نه شافعی میشم نه مالکی. در ژاپن یک قوم آمد اسلام می آورد، اندونزیایی ها و از هندوستانی ها در اونجا مسلمانایشان بود. یکی در شافعی مذهب کش کرد، دیگهش در حنفی مذهب. وقتی ژاپنی ها دیدن، گفت مالی کدامی از یارا بپذیره؟ گفت نه تیر از همین دین. یکی نبود که کتاب الله و سنت رسول الله را بپذیر، خیر و خلاص. ما برای همین ملتی که اسلام میاره جواب داریم یا نداریم؟ به کدام را دعوت بدیم؟ راستانه بگه. به پیغمبر دعوت میدی یا به امام ابو حنیفه؟ به پیغمبر دعوت میدی یا به امام شافعی؟ به کدامش دعوت میدی؟ تو کافر در دور روی انداختی یا نکردی؟ آخر منجر به این شد که مانع اسلام آوردن شد. قرآن میگه بر ما میگه و قالت الیهود لیست النصارى، گفت یهود نیست نصارا علی شیء، بالای کدام دینی معتبر قابل اعتبار. و کدام مردم است میگه و قالت النصارى، گفت النصارى لیست الیهود، نیست یهود علی شیء، ای بالای کدام دینی معتبر، کدام چیزی نیست، یعنی دینی معتبر نداره، سراسر غلط است، نعوذ بالله. و هم یتلون الکتاب، در حالی که یا خودشان کتابای خدا تلاوت میکنه. در تورات تایید عیسی علیه السلام و تایید کتاب انجیل است، نظامی که قانونی که در انجیل بیان شده. چرا؟ موسی علیه السلام هم الله روان کرده، عیسی علیه السلام هم الله روان کرده، تورات هم الله روان کرده، انجیل هم الله روان کرده. یک ذات در دو کتاب بر دو پیغمبر روان کرده، چطور اختلاف بیا؟ عجیب گپ است. دو بچه از یک نفر باشه، یکیش تعظیم کن دیگهش نکن. ولی که تعظیم میکنی خب بچه یک نفر است، چرا تو یکیش تعظیم میکنی دیگهش نه؟ گپ یکیش قبول داری از دیگهش نه؟ عجیب نیست؟ خب الله تبارک و تعالی یارا روان کرده. و هم یتلون الکتاب، میخوانه کتابه که در انجیل حقانیت کتاب تورات ذکر شده، حقانیت رسالت موسی علیه السلام، و در تورات حقانیت کتاب انجیل و حقانیت رسالت عیسی علیه السلام ذکر شده. چرا یکی دیگه خود رد میکنه؟ این خود مناقض یا نعوذ بالله تضاد با کتاب خود داره، با پیغمبر خود داره. کذالک قال الذین، اینمی قسم که یارد کردن یکی دیگه خدا، گفتن و کسانی که لا یعلمون، که هیچ نمیدانه. بیچاره نه مدرسه را خونده نه پوهنتون، کتاب متابم نداره. مشرکین مکه موقع به مشرکا پیدا شد که بیا دیگه حالی در میدان تو برای او اردوخ یکی دیگه خدا رد کرد. مثل قولهم، به مثل قولی از یا گفت و گفت نه یهودیت درست است نه نصرانیت درست است. الله چی میفرماید؟ ادعاها در اینجا چی مطلب داره؟ این دنیا الله تبارک و تعالی نمیتور مختار گذاشته شه که تو مسلمان الله برات اسباب هدایت داده. اگر تو پشت هدایت بگردی الله برات اسباب هدایت داده. قلب برات داده تأمل کن، چشم برات داده حق با امرای باطل خب بیبی، چیزی که ضرر داره و نفع داره باید بشناسی، تفکیک کن بکنی. اگر خود نمیدانی به دیگران گوش بمان، گوش موازنه کن. اگر تو تلاش هدایت بکنی درک کرده میتونی. الله برات اسباب مهیا کرده ولی مجبور نساخته تا، به خاطر مجبور نساخته که تو باش تو کدام طرف روان هستی، پشت هوا و هوس روان هستی، پشت قوم روان هستی. کلی افغانستانیات لاف چی بزنن؟ از استرقه چی کابل است امام ابو حنیفه، از همون خاطر تو پیرویشه میکنی؟ داد دایی میزنی؟ تو کدام طرف روان هستی؟ معیار تو حق پرستی و الله پرستی است یا قوم پرستی یا منطقه پرستی یا مذهب پرستی است؟ کدام است؟ الله تو را مختار گذاشته. ولی بله اگر تو پشت هدایت بگردی الله برات اسباب هدایت داده، عقل داده، حواس داده. کتاب الله قرآن موجود است، احادیث پیغمبر در کتابات تدوین شده، صحت و ضعف احادیث مکمل عالی حکم شده، مکمل وجود داره. اگر ما تو پشت حق بگردیم، دو کتاب موازنه کن، مقایسه کن. یک نفر در پیش ما در مقابل کتاب توحید یک کتاب دیگر آورده بود که در رد کتاب توحید نوشته شده بود. ما برش گفتم تو را بالله قسم دیگه گپ برات نمیزنم، فقط تو خودت امی عقلت حکم جور که، قاضی جور که، دلیل ازیرم دیده برو، دلیل ازیرم دیده برو. این میگه فلانی عالم گفته و اینجا میگه قال الله تعالی.
و اینجا میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینجا تو نقل از قول از کی میکنی؟ ابن عربی گفته، بایزید بستامی گفته، فلان گفته. تو را به الله قسم، به الله چی جواب میدی؟ تو سخنای افرادی بشر با سخن الله و با سخن رسول الله برابر میکنی؟ کدامش است؟ تو یک دفعه خودی را تحقیق بکن. اگر تو واقعا انصاف داشته باشی، تعصب نکن، زد بازی نکن، از هر فریق کتابش بگذار، اردویش مقایسه کن، از هر فریقش. یک کسی در پاکستان خب مناظره زیاد شده بین دو عالم بود. شیخ پنپیر رحمت الله علیه هم کتابش هست و شیخ حمدالله جان هم کتابش هست. حمدالله جان صاحب زنده است و دیگهش وفات کرده، الله اردویش رحمت بکنه. اما تو را به الله قسم اگر انصاف داشته باشی، هر دو کتاب یک دفعه موازنه کن، یک دفعه مطالعه کن که برای تو زمین و آسمان واری فرق پیدا میشه یا نمیشه. تو اگر به انصاف باشی، اگر نه که ضد میکنی، عناد میکنی، ضدی و عنادی را دیگه کسی در راه آورده نمیتونه. الله تو را مجبور نکرده، هر راهی که روان هستی تو امروز نمی رقم هستی.